10 تمرینی که افراد سالمند باید انجام بدن و به تنها چیزی که نیاز دارن یه دونه صندلیه. بلند کردن پاشنه و پنجه که برای موبیلیتی مچ پا و حفظ تعادل خیلی مهمه و احتمال زمین خوردن رو خیلی کم میکنه. باز کردن مفصل زانو که باعث تقویت عضلات چارسر و ثبات بیشتر مفصل زانو میشه و برای پیاده روی و نشستن و بلند شدن خیلی مهمه. چرخیدن به طرفین که باعث افزایش موبیلیتی ستون فقرات و تقویت عضلات مرکزی بدن میشه. این تمرین هم برای حرکت‌های چرخشی و حتی بیرون اومدن از تخت خیلی مهمه. بالا آوردن دست و پای مخالف که باعث افزایش جریان خون و هماهنگی و باعث بهبود در راه رفتن میشه. اجرای این حرکت که باعث تقویت عضلات خارج رون و همچنین افزایش ثبات و موبیلیتی لگنت میشه و کمک میکنه که راحت‌تر روی صندلی بلند شی و همچنین راحت‌تر سوار ماشین و پیاده شی. مفصل زانو رو بالا بیار و نگه دار که باعث تقویت هیپ فلکسورت میشه و کمک میکنه که راحت‌تر از پله‌ها بالا بری و از موانع عبور کنی. رول کردن مفصل شونه که باعث افزایش موبیلیتی و سلامت مفصلت میشه و از گرد شدن شونه و قوز جلوگیری میکنه. بالا آوردن دستا که باعث افزایش قدرت و موبیلیتی شونت میشه و کمکت میکنه توی اجرای حرکاتی که دستت به طرف بالای سر حرکت میکنه، مثل برداشتن ظرف‌ها توی کابینت. حرکت کت کمل به صورت نشسته که باعث افزایش موبیلیتی ستون فقراتت میشه و کمک میکنه اجسام رو از روی زمین راحت‌تر برداری. و در نهایت حرکت نشستن و بلند شدن که باعث تقویت عضلات پایین تنه میشه. این ویدیو هم حتما ذخیره کن و فراموش نکن عصای دوران میانسالی ما عضلات و مفاصلمون هستن، نه فرزندانمون.